این رادیو هنوز کار نمی‌کند، اما تاریخ همین رادیو سال‌های 45 نویسنده برجسته تاجیک صدرالدین عینی با خبر و واقعه‌های داخل و خارج کشور آشنا می‌شد. با نظرداشت آن که توجه مشتریان این آثارخانه به اشیاء و موادی که خود استاد زمانی زندگیش استفاده برده است زیاد است، فعلا در قطار همین رادیو بیش از 150 عدد اشیاءهای روزگاری او که همینک به نگاره‌های تاریخی تبدیل یافتند در آثارخانه نگاه داشته می‌شوند. در این سال ما به مناسبت 140 سالگی استاد کوشش کردیم که یا نگانی دراریم، از جمله چراغی روی میزی که استاد خودشون از آن استفاده می‌بردند، همون رو هم در روی میزی کاریشون گذاشتیم. این چنین از طرف پیوندان استاد عینی بعضی دست خطا وارد آثارخانه گردید و باز قید کردن در کار که از همین فرصت خیلی خوب استفاده برده ما میز کاری استاد، میز و کرسی کاری استاد رو که همچون پرزیدنت اکادمی فنون کس فعالیت میکردن اون رو از نو برقرار کردیم. آثارخانه صدرالدین عینی واقع در شهر دوشنبه دوام سالهای زیاد در خدمت مشتریان قرار دارد. در این آثارخانه مشتریان امکانیت وسیع دارند که اوید بر روزگار و زندگی نامه شاعر معلومات ضروری پیدا نمایند. در همین برابر دوستداران کلام بعد امکانیت دارند که کتاب‌های صدرالدین عینی را برای مطالعه کردن به حجتی تصدیق کننده دسترس نمایند. بیشتر اهمیت میدیم که سین سالی خوردی مکتبی کهنه را بسیار با شوق میخونند، باز مرگ سودخور و از دانشجویان اهمیت میدیم که یادداشت‌ها را پرسان میشوند. یادداشت‌ها یک اثری کلان حجم استاد است که خوشبختانه نیت است که سالهای آینده حتما از نشر میبراید با پورگی همون 4 جلدی استاد. تا اون وقتی حیات است، تا اون وقتی که زندگی جاودان است، اثرهای استاد هم خیلی موقع خودشون گم نمیکنند. سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی زمان زندگی و فعالیت ایجادیش تلاش کرده است که در مستحکم نمودن دوستی بین خلق‌های گوناگون با ایجاد پر اعجازش سهم ارزنده گذارد. همین است که امروزها در آثارخانه این شخصیت برجسته ادبیات تاجیک ده‌ها تحفه‌های را دیدن ممکن است که در داخل و خارج کشور قدردانیش کردند. در همین حال یک اسباب موسیقی را در آثارخانه صدرالدین عینی واخوردن ممکن است که از دلبستگی شاعر به موسیقیگو واهی می‌دهد. بیشتر پرسان میشن از اون که چی علاقه‌مندی دارد همین تنبور با استاد عینی. استاد عینی شخصیتی بودن که نسبت علم و فرهنگ و هنر بسیار شوق و مرامی بسیار بی اندازه داشتن و با همزمانان خود از آن جمله حاجی عبدالعزیز سمرقندی با شخصانی که بسیار اهل علم و فرهنگ بودن در همون هم عصر بودن، هم نشین بودن و همین نوازش تنبور حاجی عبدالعزیز چنان به استاد پسند بود که برای پسند بودنش حاجی عبدالعزیز همین تنبور را به استاد تحفه کردگی است و از همون وقت من تا حاضر همین تنبور در آثارخانه نگاه داشته میشد و به مهمانان عزیز پیشنهاد کرده میشد. قابل به تذکر است که آثارخانه صدرالدین عینی بعد تعمیر و تجدید در خود را برای مشتریانش باز کرد. اکنون هر نفری که میخواهد از زندگی و ایجاد شاعر برای خود معلومات جالب داشته باشد، پس آثارخانه صدرالدین عینی بهترین جای تماشای تاریخی است.